خب سلام خدمت دوستان. بالاخره تونستم وسایلی که مورد نیاز برای سفر بود و چرخم هست رو پکیج بندی بکنم، بسته بندی بکنم. سعی کردم وسایلی که سبکتره و حجم کمتری رو میگیره انتخاب بکنم. اگه میخوام معرفی کنم وسایلی که دارم، یک کیسه واسه وسایل متفرقه گذاشتم. وسایلی مثل که لوازم یدکی، دوچرخه، وسایل روشنایی، باتری یا هر چیزی که ممکنه در طول مسیر به درم بخوره تو این پکیج گذاشتم. یه مقدار وسایلای واسه تمیز کردن دوچرخه هست، مثل زنجیرشور، دستمال، روغن زنجیر تو این گذاشتم. و این مقدارم وسایل واسه تولید محتوا و فیلم برداریه. یه مقدارم قرص برای طول مسیر اگه خدای نکرده مریض شدم میتونم استفاده بکنم. توی یکی از بسته ها تمام وسایلی که مثل کابل یا پاور بانک، چیزایی که برقی هست رو تو این پکیج گذاشتم. لوازم‌های استحمام تو این هستش. وسایل آشپزی مثل ظرف و ظروف و گاز و شعله تو این پکیج گذاشتم. اینا که وسایل خوردنیه که در طول مسیر مصرف میکنم، مثل آجیل، میوه خشک، خرما، اینا هم که فلاسک هستش و زیرانداز و لیوان و برنج و خلاصه این چیزایی که هم قمقمه، پمپ باد شارژی که خیلی استفاده میشه. کیف روی فرمان، تمام وسایل ضروری که باید دم دستم باشن رو تو این کیف میذارم. وسایل پزشکی، پانچو واسه زمانی که بارون میاد، این هم چادر، کیسه خواب، زیرانداز کیسه خواب، بالش، زیرانداز چادر، شلتر واسه زمانایی که فورس ماژور باشه و اضطراری باشه، یه جای آفتاب خیلی شدید باشه یا بارندگی باشه و میخوام سریع جای پناه بگیرم، از این استفاده میکنم. قفل دوچرخه، یه جفت کفش، یه جفت دمپایی و تمام لباس ها من توی این پکیج رو داشتم. تمام سعیم اینه که سبک سفر کنم، ولی باز با همین چیزا تقریبا حدود 40 کیلو شاید هم بیشتر شده باشه. همه رو توی این خورجینا باید بذارم و این خورجینا سوار دوچرخه‌ام بکنم و راه بیفتم توی جاده. این هم از لوازم‌های سفر. پس به امید خدا این سفرمو شروع میکنم، با من همراه باشید.